استقبال دو قهرمان گشته آزاد در درآمدگاه شهر کلاب. ابوبکر حکیما و شمس‌الدین اینت‌الله‌اف در قهرمان آسیا از روی نماد گشته یونان و ریمی برآمد کرده مدال طلا گرفتند. این مسابقه از روز 27 ایون تا 5 ایول در شهر پتایای تایلند برگزار شد. در این سبقت 30 دسته از کشورهای آسیا شرکت نمودند. گشتگیران تاجیک در وزن تا 57 کیلو برآمد کردند. رقیب اولی من از دولت ایندیا بود که من را با حساب 6-3 شکست دادم. با دور دیگر رفتم، دور دیوم با رقیب کره بود، من آن را با حساب 11-0 مغلوب کردم و در دور بعدی من با رقیب از ترکمنستان خود بودم که من را با حساب 8-0 مغلوب کردم و در فینال از گشتنگیر قزاق را شکست دادم، مقام اول شدم. گشتگیران نوره زیر نظر خواجه مراد نصرالدین زاده و محمد حمیدوف به این مسابقه آماده شدند. مربیان گفتند در میان 500 نفر گرفتن مدال آسان نبود، ولی ورزشکاران با باوری به این مسابقه رفتند. یکم رقیب من از دولت ترکمنستان بود و دویمش از دولت هندوستان بود که با اون خیلی محاربه تنبتن و شدید داشتیم و در فینال باشد با حریف قزاقستانی برآمد کرده تظاهر جای اول گشتم. شرکت ورزشکاران در مسابقه‌های منطقوی و جهانی از شهر و ناحیه‌های تاجیکستان کم است. مقامات سبب کم شرکت کردن ورزشکاران را در کمبود مبلغ می‌دانند، اما گشتگیران تاجیک گفتند که صرف نظر از این کمبودها به دیگر مسابقه‌ها آماده می‌شوند.